بچه‌های عزیز گل، خوش اومدین به یک ویدیوی جدید از کانال امیر گیم پلی. بچه‌ها من امروز اومدم بهتون یک آموزشی درباره ماینکرافت بدم. بچه‌ها این ماینکرافت من نسخه 1.12 است. خب اولین کاری که میکنین این از توی میزنین تو گوگل ماینکرافت نسخه 1.12. بچه این 1.12 ساده ترین و بهترین نسخه، هم میتونین بدون اینترنت وصل کنین، هم میتونین خانه های جذاب درست کنین، نه خیلی سختی داره، نه نمیخواد اینترنت روشن کنین برین مثلا 2 نفری وصل کنین. بچه اولین کار اینو نصب میکنین، روی این پلی میزنین. وقتی که رفت، خب بچه آموزش امروزمون درباره همین صاف کردن زمینه. خب زمین صاف و مده. خب و این نکته اینجا بگم که این وقتی میزنین توی گوگل یا فروشگاه که مد شده نداره یا مارکت، میزنین ماینکرافت نسخه 1.12 مد شده، حتما اینو نکته رو داشته باشین. روی این گزینه میزنین، بعد همین صفحه میاد برا روی این میزنید. خب رسیدیم به این بخش. بچه ها این چند بخش داره، خب که همین رو ریز به ریز باید نگاه کنید. بچه ها این مثلا زمین غیر صاف به این میگن، به اینجور زمین. خب بچه ها حالا من بیام زمین صاف و زمین غیر صاف رو به شما نشون بدم. خب الان میریم زمین غیر صاف رو به شما نشون بدم. صبر میکنیم تا لود بشه و بیاد بالا. توجه داشته باشین برای وصل کردن فقط نسخه ها باید شکل هم باشن، یعنی این نسخه 1.11 1.12 با هم وصل نمیشن. حالا وصل شدن رو تا یک آموزشی بهتون میگم. بچه نگاه، این زمینه چی؟ غیر صافه. خب این زمین غیر صافه که حالا من با چند تا از رفیقام وصل کردم. مثلا این خونه ها از چند تا از رفیقامه، این که از زمین غیر صاف. حالا میایم، حالا وقتی که میخوایم این نکته، حالا من گفتم کل ماینکرافت رو میخوام بهتون توضیح بدم. بچه وقتی میخوایم بیام بیرون، روی این علامت 2 نقطه اون استوپ چی رو میزنید. بعد همچین منوی بالا میاد، روی گزینه آخری میزنید که هم سیو بشه و هم این به حساب گم نشه. بچه این زمینی که من رفتم بدون صاف ولی مد. بعضی چیزا داریم که الان من میرم یک زمینه هم بدون صاف هم بدون مد براتون درست میکنم، بدونی که به این تنظیمات دست بزنم. روی این میزنم، روی این که بزنم صبر میکنم تا لود بشه. ببخشید ویدیو رو استاپ نمیکنم. خب الان بچه ها میبینیم که این بالا برای ما غیر مد شده و اینجا هم میبینیم که هیچ وسیله نداریم که ما ازشون استفاده کنیم. و بچه ها نگاه کنیم، اگر ارتفاع بیفتین میبینیم که خونمون کم میشه، ولی خب به مرور اضافه میشه. و یک چیزی هم خواسته باشیم بکنیم خیلی کند میکنه. این از زمین غیر مد و غیر مد و زمین بدون صاف و باجونی. خب بریم یک نمونه دیگه. زمین مد و بدون صاف رو بهتون نشون دادم. اینم که زمین بدون مد و بدون صاف هم بهتون نشون دادم که جونی بود. و بریم زمین صاف و مد شده را بهتون نشون بدم. همونجور گفتم روی این گزینه ها میزنید و روی خب بچه نه من حالا جلو نرم. بچه ها این همین مراحل که از قبل گفتم میریم. رسیدیم به این بخش بچه ها،
حالا میخوام زمین مد شده و صافو بهتون بگم، نشونم که داره آخر بهتون میدم، حتما ببینید بچه. اولین گزینه این گزینه که این الان روش کلیده، یعنی زمین غیر صاف و جونیه. روی این میزنیم، میایم این گزینه رو روی بخش دوم میندازیم. خب بعد این گزینه اومد روی اولی، بعد این شد مد شده. بعد گزینه دومی روی نرمال، ما روی اولی میزنیم که وسایلامون مد شه روی اولی. این دوتا گزینه که اینجا هست رو ما فعال میکنیم. گزینه این ستاره، این مال همون وسایل و مپتونه که اینو روی میان پایین روی ببخشین عکس شاه میذاریم. و این گزینه حساب کنیم نشون میدم، این گزینه اینو روی اولی میذاریم. بچه ها توجه کنین، اینو همه رو توجه کنین، روی اولی. بعد به این گزینه دیگه هم کاری اصلا نداریم. بعد بچه اگر مودی چیزی دارید که بهتون توی ویدیوهای دیگه میگم چطوری مود بذارین، این بخشای پایین مال مود گذاشتنه که تو ویدیوهای بعدی، که این ویدیو اگه بازدید و دنبال کننده و لایک و کامنت های زیادی بگیره، بهتون میگم چگونه مود دانلود کنین و توی ماینکرافت بزنید. همین این کارا رو که کردین، در آخر روی گزینه کریت کلیک میکنید و ساب میکنید. در حال ساختن مپتون هست تا لود بشه. و بچه ها میبینیم که زمینی صاف، هر چقدر هم برید این صافه، همه جاش صافه. و میبینیم که همه نوع وسایل رو داره، خیلی شیک، مجلسی، قشنگ. و میتونین بچه ها به خیلی راحت و ساده تو این مپ ساخت و ساز کنین بدون هیچ دردسری و همه وسایلتون هم مده. خب بچه ها از این مپ میام خروج. پس من 3 نوع مپ رو گفتم بهتون. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای جذاب بعدی حتما ما رو دنبال، سابسکرایب و لایک و کامنت بذارید. از ما یک حمایت بسیار عالی کردین که من انرژی داشته باشم برای ویدیو بعدی رو بسازم. خب تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.